شعاری که در هرات بحثی زیاده برانگیخت. در اینجا نوشتند بدحجابی زن از بی‌غیرتی مرد است. زنانی با حجاب مرزبانان شرفی مرد هستند. شعار به یک گروه سیاسی اسلامی تعلق دارد که خود را مثل یک وزارت طالبان اداره امر معروف و نهی منکر نامیده است. بعضی ملاها طرفدار این شعار هستند. چرا بیشتر ترکیز ما بر خواهران هست؟ چون امروز از خواهران به عنوان یک آله، به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. خواهر ما را آوردن به عنوان از اینکه یک شامپور اعلان بکنه، او یک آله قرار دادن. به عنوان یک صابون اعلان بکنه، او بالاخره او در معذر تبلیغات قرار دادن. لباس به تن زن مسلمان و دختر مسلمان کردن که بالاخره تو بیا لباس به خاطر که ارزش لباس بالاتر از تونه، این گونه نشان میدن. بعضی دیگر از این نوشته به خشم آمدند. متاسفانه یک موضوع نگران کننده برای تمام اقشار جامعه هست. نه تنها فقط برای زنان، حتی برای حکومت میتونه خطرساز باشه. رئیس شهر هرات میگوید هدف مؤلفان شعار جمع کردن مرید و پول است. این مسئله غیرت مردان است. مردای افغانستان و امی مردم اگر غیرت می داشتن، یک دفعه می رفتن او کسی را که در مسجد میرن تجاوز میکنن، در مورد ازو هم صحبت میکنن. ما خواهش ما از علمای کرام که همهشان محترم است، ای است که دین وسیله درآمد و سیاست نکنه. فعالان دیگر مدنی هم شعار را تنقید کردند و آن را به عهد تاریک رژیم طالبان شباهت دادند که سال 2001 سقوط کرد. کسانی که میآیند این صحبت ها میکنند دارن برای طالب ها و یک رژیم طالبانی چراغ سبز نشان میدن. دیگر فعالان جامعه مدنی امیدوارند این شعار بیانگر موقع اکثریت در افغانستان نیست.